مسیحی شدن به این معنا نیست که تمام مشکلات زندگی روزمره تو در عرض یک روز حل خواهد شد، بلکه مسیحی شدن به این معناست که تو یک ابزار قدرتمندی رو به تو تعلق میگیره و یا تو به دست میآوری و این ابزار قدرت اینو داره که هر مشکلی رو در زندگیت یواش یواش حل کنه و اون ابزار چیزی نیست به غیر از دعا. یعنی یک مسیحی زمانی که مسیحی میشویم یک ابزاری رو داریم به اسم دعا که از پس هر مشکلاتی رو برمیاد و سوال اساسی اینجاست که چطور اون ابزار استفاده میکنیم. آیا همه کارها، همه مشکلات شخصیتیمون رو با قدرت خودمون میجنگیم؟ وقتی اتفاقی میفته، وقتی مشکل پیش میاد خودمون میجنگیم، آخرش موفق نمیشویم، خسته میشویم، یا اینکه اولین جایی که انگشت میذاریم دعاست؟ یعنی برای مدت زمان کوتاهی چشمونو میبندیم و در درون خودمون میگیم خداوند مسیح الان من چطور رفتار کنم؟ یا مسیح شدن به این معنا نیست که تو همه مشکلاتت حل خواهد شد، بلکه به این معناست که تو یک ابزار قدرتمندی به نام دعا داری در زندگیت. یا